سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 8 فوریه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. عالم جوان زاده تاجیکستان بیژن شریپوف که از طرف اوکراین می جنگید کشته شده است. هلاکت یک کارگر تاجیک و یک خطایی بر اثر ترکش و سوختار در یک کارخانه سمنت برداری در یوان. شماره قربانیان زمین لرزه در ترکیه و سوریه قریب 10,000 شد. قتل یک زن از سوی شوهرش در پنجکن از حسیات رشک و بدبینی. در گذشت آوازخوان محبوب چلخان خولوف 5 جوان زن یک زن را به ورزو برده تعقیر و لطکو و غارت کردند. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 8 فوریه سال 2023 معلوم شد که عالم جوان آینده‌دار بیولوژ کارمند علمی پژوهشگاه فیزیولوژیا به نام بابامولس اکادمی ملی علم‌های اوکراین بیژن شریپوف که همگی 34 سال داشت و زاده شهر دوشنبه تاجیکستان بود، در جنگو به ضد ارتش روسیه کشته شده است. او در پایان ماه فوریه سال 2022 برابر شروع حمله روسیه به جنگ رفت و در آزاد کردن ولایت کیف اشتراک کرده. ماه اپریل سال 2022 در کنار شهر ایزیوم ولایت خارکوف به نام نشان شد. تنها با گذشت 10 ماه در نتیجه تشخیص DNK معلوم کردند که او در جنگ ها برای ایزیوم کشته شده است. بیژن شریپوف به این ترتیب نخستین زاده تاجیکستان از طرف اوکراین است که خبر کشتنش در جنگ ها به ضد ارتش روسیه رسانه‌ای می شود. تا کنون اساساً از کشته شدن تاجیکایی که از طرف روسیه می جنگیدند خبرها به دست می رسید. خبر مرگ بیژن شریپوف را روز 8 فوریه سال 2023 پژوهشگاه فیزیولوژیا به نام بابامولس در صفحه‌اش در فیسبوک نشر کرد. امروز معلوم شد که بیژن به هلاکت رسیده است. جسور بود، زندگی را دوست می داشت، جوان بود. رئیس شورای عالمان جوان، کارمند علمی، حامی وطن، دوست، فرزند، به نزدیکان و همکارانش اظهار همدردی میکنیم. این برای اهل پژوهشگاه و نزدیکانش یک تلفات جبر و ناپذیر است. روانش شاد بود، گفته می شود در نامه تسلیت پژوهشگاه فیزیولوژیا. بیژن شریپوف سال 1989 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دنیا آمده است. سال 1995 وقتی که او همگی 6 سال داشت، خانواده آنها به کیف کوچید و بیژن در پایتخت اوکراین به وی رسید. او در بخش بیولوژی رشته طبیعت شناسی دانشگاه ملی اکادمی کیف تحصیل کرده است. بیژن شریپوف در اعتراضهای سال 2014 اشتراک کرد و سپس طی سالهای 2014 و 2015 در هیئت بتالیون اختیاری ایدر در حدود ولایت لوگانسک به ضد جدایی طلبان تحت حمایت روسیه جنگید. سال 2016 از جبهه برگشته شرکت خصوصی بیوتکنولوژی را تأسیس داده. سال 2019 رساله نامزدیش را حمایت کرد و در پژوهشگاه فیزیولوژیا به نام بابامولس به فعالیت علمی پرداخت. بیژن شریپوف همچنین رهبر شورای عالمان جوان این مرکز علمی را بر دوش داشت. در مسائل علمی معروضه ها میکرد و در کانال های رادیویی مقاله های علمی و عمومی نشر میکرد. در ماه فوریه سال 2022 در پی حمله روسیه به خاک اوکراین بیژن شریپوف اختیاراً به جنگ رفت و در آزاد کردن ولایت کیف اشتراک داشت. ماه اپریل سال 2022 او در نزدیکی شهرک بورووایا در کنار شهر ایزیوم به نام و نشان شد. بعد 10 ماه تشخیص DNK ثابت کرد که بیژن شریپوف همان وقت کشته شده است. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه حمایت از اهالی روززبان دنباس به اوکراین حمله کرد. در دوام این قریب 1 سال جنگ در اوکراین از هر دو طرف 10,000 نفر کشته شدند. تا امروز درباره در اوکراین کشته شدن بیش از 40 نفر از زادگان تاجیکستان نیز خبرها به دست رسیدند. در نتیجه ترکش یکی از قبرهای سمنت گذر و سوختار در کارخانه استحصال سمنت جمعیت دارای مسئولیت محدودش چیژونگاتسای مویر سمنت در نویه یوون 2 نفر، یک کارگر تاجیک و یک شهروند خطایی به هلاکت رسیده. 6 نفر دیگر 2 شهروند چین و 4 شهروند تاجیکستان جراحت برداشتند. این حادثه روز 31 ژانویه سال 2023 رخ داده است، ولی در این باره جمشید محمدزاده سردار ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت ختلان روز 8 فوریه تنها بعد 1 هفته در نشست مطبوعاتی این نهاد خبر داد. حادثه 31 ژانویه سال 2023 در پی ترکش یکی از قبرهای سمنت گذر که حرارت سمنت در آن تا 150 درجه گرم ایستاد رخ داده است. در نتیجه 8 کارمند ضرر دیدند و 2 نفر آنها
از جمله یک شهروند کشور چین ففتیدند. نقل قبض کرده است از پلوس از سخنان جمشید محمدزاده. رادیو آزادی خبر داد که شهروند الوق شده خطایی لوو نام داشته 40 ساله بوده است. شهروند تاجیک که در این حادثه جان باخت تبر تشایف نام داشته 35 سال داشته است. کارخانه سمنت چیزونگاتسای مور سمنت کارخانه مشترک تاجیکستان خطایی بوده، یکی از کارخانه‌های بزرگ استحصال کننده سمنت در جنوب تاجیکستان به شمار می رود. در این کارخانه صدا کارگر تاجیک خطایی کار می کنند. محصولات مویر سمنت نه فقط در حدود تاجیکستان بلکه به خارج نیز فروخته می شود. با گذشت قریب 3 روز از 2 زمین لرزه پرقربانی و خرابی آور در ترکیه و سوریه، شانس زنده پیدا کردن آدمان از زیر خاکپاره‌های بناهای فرو رفته تا رفت کمتر و کمتر می شود. شماره هلاک شدگان بنا به آخرین معلومات رسیده به 10,000 نزدیک شده است. اگنسی ولایت‌های فوق‌العاده ترکیه تا این ساعت هلاکت قریب 7,000 نفر را تصدیق کرده. مطبوعات دولتی سوریه از هلاکت تا 2500 نفر در این کشور خبر می‌دهند. با اینکه شماره قربانیان همچنان می‌افزاید، باز هم مردم زیاد در زیر خاکپاره‌های بناهای فرو رفته باقی میماند. شانس زنده پیدا کردن آنها بخصوص در این روزهای سرد زمستان تا رفت کمتر و کمتر می شود. ولی معجزه‌ها همچنان رخ داده ایستادند. برای مثال یک کودک 1 ساله را در جنوب ترکیه بعد 2 شبانه روز از زیر خاکپاره‌های یک بنا زنده بیرون آوردند. این طفل 53 ساعت را در بند بدون آب و غذا سپری کرده است. در سوریه وضعیت را جنگ چندین ساله شهروندی بازم پیچیده تر کرده است، زیرا بسیاری از مناطق آفت زده برای نجات بخشان و سازمان‌های کمک رسان دست نورس باقی میماند. میلیون‌ها گریزه از سوریه در جنوب ترکیه در کلبه‌های موقتی به سر می‌بردند که سر و سیمه ساخته شده به چنین زمین لرزه‌های سنگین تاب‌آور نبودند. زمین لرزه اول با اقتدار 7.8 بال طبق جدول ریختر صبح بر وقت 6 فوریه ساعت 9:17 دقیقه به وقت محلی زمان رخ داد که اکثر مردم هنوز مست خواب بودند. مرکز این زمین لرزه که بستر زمین را در عمق 17.9 کیلومتر لرزاند در نزدیکی شهر تاریخی غازیانتپه در جنوب شرق ترکیه جاگیر شده بود. زمین لرزه سنگین دوم با اقتدار 7.5 بال طبق جدول ریختر ساعت 13:30 دقیقه به وقت محلی رخ داد. مرکز این آفت طبیعی موضع البستان در ولایت قهرمانمرش در جنوب شرق ترکیه بود. در پی این 2 زمین لرزه سنگین باز حدود 100 پس لرزه ضعیفتر رخ داد. طی 200 سال اخیر در این منطقه چنین زمین لرزه‌های سنگین رخ نداده بود. از این روز سطح آمادگی به چنین آفت‌ها نیز در این ولایت‌ها چندان بلند نبود. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حالت قتل همسر با دست شوهر جاهل خبر داد. بنا به اطلاع رسمی تخمینا ساعت 3:30 شب 6 فوریه سال 2023 یک مرد 53 ساله ساکن شهر پنجکند در خانه استقامتیش از احسیات رشک و بدبینی همسرش زن 53 ساله را با دستانش بوغی کرده او را به هلاکت رسانیده است. تفصیلات دیگر این حادثه و نظر اهل خانواده هنوز دسترس نیست. معلوم نیست که مایه آن احسیات رشک و بدبینی چی بود و در آن پس شب بین زن و شوهر چه مناقشه برخاسته است که به چنین فرجام مرگبار آورده است. وزارت کارهای داخلی تنها گفت که نسبت به گمانبر شونده بر اساس قسم 1 ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون همچون جزا از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند. قبلا کارمندان میلیتیا یک ساکن 35 ساله نویه دنغره را با گمان سوء قصد به آدمکشی دستگیر کردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 2 فوریه سال 2023 خبر داد که ساکن دنغره روز 1 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 12:00 دقیقه از بازار گنجینه شهر دوشنبه یک کارت خریده به نویه دنغره رفته است و در یک نقطه فروش مشروبات 200 گرم نوشاکی کنیاک نوشیده. سپس در حالت مستی به خانه والدین همسرش زن 30 ساله نویه مذکور رفته است و با سبب مناقشه عائلوی با کرد با خود آوردهش 11 مرتبه به عضوهای بدن همسرش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار خویشاوندان نزدیک از جمله همسران از دست شوهران خبرهای زیاد به دست میرسند. کشتار همسران از دست شوهران طوری از نتیجه های تفتیشات برمی آید اساساً در زمینه رشک صورت میگیرد. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم.
هنرپیشه شایسته تاجیکستان چلخان خولوف صبح 8 فوریه سال 2023 در سن 65 از عالم چشم پوشید. بنا به اطلاع نزدیکانش مراسم وداع و نماز جنازه مرحوم ساعت 12 در محله پختکور در نزدیکی محله گپرزیم دایر می شود. چلخان خولوف تقریبا یک سال باز با بیماری سرطان مبارزه می برد. 3 مارس سال 2022 در مرکز ملی طبی شفابخش یا بیمارستان قره‌بالا در کورپوس رقم 10 گرده آوازخوان شناخته را جراحی کرده بودند. آوازخوان شناخته فرقت سیزاده نوشت روز 31 ینور به عیادتش به بیمارخانه استقلال رفته بود. او می نویسد صحبتمان تن و دایر هنر و هنرمندان بود. در انتها گفت فرقت جان 5 سرود جدید دیگرم آماده است برای ثبت. میخوام برنامه فرنگی منظور دلبستگان هنر سازم، دیگر ارزوی ندارم. شاعر دولت سفر چلخان خولوف را هنرمند نوتکرار و بی‌نظیر و صاحب مکتب و ایاگر سرودهای مردمی و زمزمه پرداز ننگ و ناموس وطنداری نامید. چلخان خولوف سال 1957 در نویه سویت به دنیا آمده. در پایان سالهای 80 توسط انسامبل گنجینه که تحت رهبری استاد روانشاد ظفر ناظم به خاطر معرفی و تبلیغ ترانه و رقص و سنت و مراسم مردمی تشکیل شده بود به صحنه کلان آمد و سالهای اول بیشتر ترانه های مردمی را می سرایید. نخستین ثبت چلخان خولوف بدیهای و دویت بازو بندم رابطه بود که برای این آوازخوان اون وقت جوان شهرت سراسری آورد. سالهای آخر چلخان خولوف بیشتر بر پایه اشعار کلاسیکان از جمله بر غزلیات حاجی حسین کمگورتی ترانه ایجاد میکرد، ولی در خواندن ترانه های مردمی نیز همچنان توانا و زبردست بود. اهل اداره پایگاه خبری بامداد در گذشت استاد چلخان خولوف را تسلیت گفته دعا میکند که خداوند به پیوندانش صبر جمیل و به مرحوم آخرت آباد عطا کند. مکان آخرت استاد جنت بود. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 8 فوریه سال 2023 با نشر یک هشدار ویژه خبر داد که بنا به معلومات اگنتی هواشناسی خطر فرآمدن ترمه‌ها در راههای کوهستان جمهوری دست کم تا 12 فوریه باقی میماند. کمیته به دقت شهروندان و مهمانان تاجیکستان میرساند که در این روزها در راههای ماشینگرد دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه لخش، کولاب درواز، ونج خاروخ، خاروخ اشکوشم، خاروخ مرغاب بر اثر بارش‌ها خطر لغزش ترمه و ریزش سنگ باقی میماند. با مقصد سر وقت برطرف نمودن پیامدهای این آفت تکنیک مخصوص شرکت روی IRS جلب کرده شد. شرکت IRS که مسئولیت نگهبانی شورای دوشنبه خوجند چنوخ یگانه روی زمینی بین ولایت سوخت و مرکز تاجیکستان را بر عهده دارد روز 8 فوریه خبر داد که هرچند راهها الکی باز کرده شده است ولی رفع عاقبت‌های ترمه همچنان ادامه دارد. در این ارتباط کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان و مهمانان کشور خواسته است که در این روزها از سفر به مناطق‌های ترمه‌خیز و سنگریز خودداری نمایند و یا سفرهای بی ضرورت خود را موقتا تا بهتر شدن وضع لغو کنند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 7 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 13:00 راننده ماشین تمغه شفرله مماتوف مسورمانقل سال تولدش 1988 شهروند جمهوری ازبکستان در راه ماشینگرد عینی پنجکند در حدود جماعت دیهات اماندره شهر پنجکند قاعده های حرکت را ویران نموده نوبالغ مرادوف سلمان سال تولدش 2014 ساکن پنجکند را پخش نموده است. در نتیجه نوبالغ مرادوف جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داده بود که در طی روز استراحت 4 و 5 فوریه سال 2023 در 3 صدمه نقلیاتی در راههای جمهوری 3 نفر جان باختند. راههای تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه و پرخطر دانسته می شوند. بنا به آمار رسمی بازرسی دولتی اتومبیلی هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه ورزاب با عریضه جوانزن 25 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 2 فوریه سال 2023 5 نفر جوانزن تخمین ساعت 22:00 با автомاشین کرایه‌کش او را به حدود ناحیه ورزاب آورده حقارت و دشنامه قبیح داده مورد لطکوب قرار دادند. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته 2 نفر آنها تلفن موبیلی تمغه هونور 50 را آشکارا تصرف نموده
با این کردارش به جبر دیده به مبلغ 4000 سومونی ضرر جدی رسانیدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معاین کرده شد که جنایت مذکور را 5 نفر جوانزن از 18 تا 23 ساله ساکنان شهرهای دوشنبه، کولوب و نویه رودکی صادر نمودند. از روی این حادثه‌ها تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور مرد 40 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه سپتامبر سال 2022 در کوچه رودکی شهر دوشنبه مرد 43 ساله ساکن نویه رودکی با راه فریب به باوریشان در آمده از او $188,500 امریکایی را گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه برمیگرداند، اما نامبرده وعده‌اش را اجرا نکرده تا حال مبلغش را برنگردانیده است. او بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه شهر توز با عریضه مرد 45 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که دوم به 3 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 01:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد مغازه تلفن‌های موبیلی 777 شده از آنجا 11 عدد تلفن‌های گوناگون تمغه و 7500 سومونی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 26730 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معاین کرده شد که جنایت مذکور را پیش دستگیر شدگان نابالغان 17، 14 و 17 ساله ساکنان امین نویه صادر نمودند. این چنین نامبردگان شب 27 به 28 ژانویه سال 2023 تخمینا ساعت 01:00 دقیقه با راه پنهانی وارد مغازه تاج موبایل شده از آنجا 9 عدد تلفن‌های گوناگون تمغه را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 9600 سومونی را تشکیل می‌دهد. نسبت دو نابالغ 17 ساله پرونده جنایتی با ماده 244 قسم دوم کد جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.